سلام برامج، حالتون چطوره؟ خوش اومدید با یه ویدیو دیگه از کانال فاضل وایتی. بچه اومدیم با یه ویدیو خیلی زیبا بچه از کاراف. امیدوارم که همین الان حالتون خوبه که دارین این ویدیو رو توی یوتیوب دارین از کانال من نگاه میکنید. بچه یه چند وقتی نبودم سعی کردم چند شورت ویدیو چند کلیپ های فان بذارم براتون. یه چند روز نبودم، یه مشکلاتی پیش اومده بود. شورت ویدیوهای خفنی براتون گذاشته بودم با چند تا هایلایت و امیدوارم که از اونها خوشتون بیاد. امروز اومدیم با 4 تا ویدیو اوکی، یعنی عالی بچه‌ها. هر 4 تا رو دارم امروز براتون آپلود میکنم، یعنی بی‌نظیرن، هر 4 تاشون بی‌نظیره. ببین این ویدیو رو می‌بینی، یه وین تمیزی گرفته بودیم ولی اصلا اوکی، خیلی دست اوکی بود. بعد بچه‌ها خوشحال میشم که همین الان منو سابسکرایب کنی، همین الان بعد ویدیو رو هم لایک کنی، کامنت های انگلیسی و فارسی هیچ فرقی نداره بذار، زنگوله هم فعال کن که 4 تا ویدیویی که قرار بود گفتم براتون بذارم که چه زمانیایی هستن رو نمیدم، ولی زنگوله رو فعال کن که این ویدیو داری نگاه میکنی اون ویدیو هم آپلود شد بهت حتما زودتر از همه یوتیوب بهت بگه که ویدیو من آپلود شد. بچ از این اسکین من از 1 تا 10 بهش نمره بدیم. بچه‌ها میخوام کلا یه نظرسنجی همین الان تو این ویدیو بهتون میگم. هستین کلا گیم پلیام با همین مارا باشه یا اسکینا رو عوض کنم، هرچی خودتون بگین. من گیم مارا رو خیلی دوست دارم، از وقتی هم که گرفتمش زیاد باش پلی میدم. مثلا با گوست کمی پلی میدم ولی با مورا زیاد پلی میدم. بچه مورا اصلا یه اسکیل واقعا گادیه. اینجا اومدم دیدم یا ابوالفضل چند نفر ریختن، چند بتگ، گفتم یا علی الان گاناشون هم گرفتن میخوام منو بزنن. گفتم گام کجا؟ دیدم پی پی 19 اینجا. رفتم جلو دیدم اف گفتم داش بیا میخوام بزنن. دیدم میخواد منو نایف کنه، رفتم همراهش دنبالش به این رفت، بعد رفت به پای نتوس اینجا گیر کرد. یه خود درمیان دیدم گفتم داش کجا فرار میکنی دست من؟ گفتم بیا داش پیجو بخور. پارتی تموم کرد به اینجا ام گفتم داش بیا برو خونه تو، سرمون درد گرفت ناموسن. بعد اینجا زدمشو یه لوت مشتی هم که آرمور رو با 17 گرفتیم. بعد یه آمور 200 اینجا، خدای آمور 200 چقدر زیاد شده اینجا. بعد اومدم اینجا یه دقیقه آمور 200 بزنم، یه آمور 200 دیگه هم اینجا. آمور 200 رو زدم به جون خودم و گفتم نوش جای داش بزن. بعد زدم گفتم که برم اینجا ببینم چی خبره. دیدم اینجا یه یارو هست. بله بچه‌ها یه انمی خوشگل زده بودم، درسته؟ آره یه انمی خوشگل زدم. بکنم انمی بود دیگه، آره انمی بود بچه‌ها، چون یار منم اون برداشت باز میزد. سریع که این یارو رو زدم اون یه بازر زد، سریع اومد جاش و من ندیدم که این یارو باز یا انمی. من خودم میگم 99% این انمی بود، خودم بهتون میگم 99% انمی بود، چون یه لحظه چشم دید انمی بود. بعد اومدم برم این بالا دیدم حاجی یه یارو کاور شات داره. گفتم داش چیکار داری میکنی؟ با کاور شات نرسی منو بزنی؟ پی بی 19 در آوردم. گفتم داش تو هم بیا برو خونه تو، سرمون درد میگیره دیگه اینقدر شما زیادین. بعد اومدم اینجا دیدم یه انمی اومد ولی غیب شده. کجا رفته؟ گفتم شاید همونجا باشه، من ندیدمش، شاید همونجا پشت همون چوبا جوابا شاید کم زده باشه. رفتم گانو در آوردم، بعد نایف گرفتم اومدم اینجا یارو چرا نیست؟ یارو غیب شده بود. بعد اومدم دیدم جلو من نمی، گفتم یا ابوالفضل الان میزنمت. گفتم الان میزنمت، دیدم نه اون منو زد. ناکن اون منو زد. واقعا چرا باید دستم از روی تیر بردارم که این اتفاق بیفته؟ گفتم اشکالی نداره، داش میام سرت. انتقام جویی کردم ازش بچه، اصلا یه انتقام خوشگل ازش گرفتم، حال کنید فقط. من اینجا پرواز گرفتم رفتم اونجا، گفتم داش الان میام میزنم، نهیدم سرویس بگم. رفتم اونجا دیدم یارو داره میپره پایین، چون همونجا که رسیدم رفت پایین. گفتم داش میام دنبال، دیدم یارو نیست. گفتم کجا رفت؟ فکر کنم رفته اون داخل. من اینجا گفتم 4 گان خوشگلم بردارم، دیدم صدا تیر میاد از بکم. دیدم آره یارو اومده داره باتر رو میزنه که اوضاع خیلی خیت بود. منم دیوایسم رفته بود بالا،
اصلا لگای شدید گرفته بودم. من اینجا تا لگ خود پایین بیاد، بعد دیدم میتونم لوت کنم، دیدم آره. بعد رفتم راش یورو، بعد اومدم دیدم یورو داره اونجا یکی رو لوت میکنه. اومدم کار رو در آوردم، گفتم داش بیام بزنمت. دیدم داش فرار میکنه، داش سگ جونه، این سگ جون بود. اومدم دنبالش کردم، داش کجا میری؟ دیدم باته داره من دمیج میده، میگم نکن. چه باته بی تربیتی بود. گفتم میام این تو ببینم میاد بیرون واسه این باته یا نه. باته همینجوری اومد دنبالم. بعد اون یورو اومد پایین بزنتش، زدش، اومد پایین که لوت کنه. من در اومدم گفتم داش سلام، کجا داشتی در میرفتی؟ گرازور در آوردم همینجوری دیدم تیر تموم کرد. گفتم داش بیا برای خونه‌تون دیگه، خستم کردی کل مپ دنبالتم. بعد دیدم چه لوتی داره، گفتم اوه کل مپ داشت انگار لوت میگرد. یه لوت زیبا داشتم میزدم که یارش اومد. گفتم یا اول فاز فرار کن. یارش از کدوم گوری اومد؟ بعد دمش بودم و یار بی تربیتی داشت واسه لوت کردن اومد من دای میزنه. اینجا یه خورده ریلود کردم، آرمور زدم، منتظر بودم که یورو بیاد. دیدم نمیاد، خودم رفتم. الان یه خورده وایسا چیکار می‌خواستم کنم؟ ولش گیم پلی بپردازیم. الان اومدم برم بالا، یارو نیست. ای خدا یارو کجا رفته؟ رفتم این بالا، گفتم کسی اینجا باشه، دیدم نه هیچکی نیست. منتظر موندم شاید کسی بیاد. یه طرف پاشتم، گفتم اون یارو الان میاد، همون یارو، چون صدا پاش قشنگ داشتم. بعد دیدم خورد تو طرف، همینجاش آرمور میزد اومد بالا. بعد همینجوری گفتم داداش بیا برو خونه‌تون دیگه، چقدر از این کلنتون رو بزنم؟ اینا شاید کلن نوبی بودن واقعا، هم کلنیاش چند بار زدم همین تو این دست. دوباره ترپ کاشتم، منتظر بودم، گفتم شاید یارش بیاد. دیدم نه یارش نمیاد و یه سپا گرفتم، گفت امیدوار شدم شاید بیاد یارو. هرچی وایسادم ببینم یارو میاد، یارو نیومد مطمئنم. بعد دیدم یکی اومد این بالا، دیدم نه اینم باز غیب شد. چه باگایی واقعا، ناموسن چه باگایی اکتیویژن گذاشت. دیدم دراب اومد، به یارام گفتم بریم دراب. سری پریدم، دیدم یه باته است، گفتم داش بیا بیا برو سمت کیلوی من. بعد یه ریلود کردم و گفتم داش سلام باتای خوشگل من. بعد اومدم اینجا سمت دراب، ناموسن دراب ببین، یارو رو بستم تیرا، یارش اومده منو داره میزنه. ناموسن اینو از کجا بودن؟ یکی از اون بالا داره میزنه. گفتم واو اول فاز سه به تک، یکی اون بالا، دو تا پایین میشه دراب. هیچ کار نمیشه کرد. یارام هم روش هنگ گرفتن، یارو فرار کرد. یارو سگجون بود، از اون سگجونا آمور 200 پر کرده بود، منتظر بود یعنی بیاد که نمیره. من دوباره اومدم کاور یارام، دیدم یارم اونو زد و خودش هم مرد. من این بالا یک کاور ریز داشتم، دیدم یکی اومد، یا امام رضا. بعد اینو زدم، گفتم داش حالت چطوره؟ دیدم M4 گانزو داره، گفتم داش بده، مخصوص خودمه. M4 گانزو رو گرفتم، یه آرمور ریزی زدم، یه ریلود کردم و گفتم شاید برم به سمت پایین. یه آرمور ریز دیگه زدیم، پرکرم که گرفتیم، بریم سمت پایین. رفتم کاور یارام، دیدم خودش داره همه رو میزنه. چند دمیج ریز دادم، خودش همه رو زد. بعد دیدم این یارو داره فرار میکنه، گفتم داش کجا میری؟ یارو فرار کرده بود و ناموسن نمیدم این یارو کجا بود. یه لحظه یه دفعه دیدم اومد تو دهن تو سرویس، یه دفعه اومده بود داخل، اصلا از کدوم ناکجا بود چیز نداشتم. ناموسن یه یارو اومده بود، ببین چقدر نوبه، ببین واقعا خیلی نوب بود، بدون تیر با نایف ها، ببین شاتگان داره، HS داره، نمیتونه من بزنه. گفتم داشت که نایفمون نشه، ناموسن یه نایفمون نشه. یه نایف ریز زدم، تیر نداشتم اینجا واقعا تیر نداشتم. یا آمار زدم، بعد دیدم یکی اومده داره یارمو میزنه. الان نگاه کن، یکی از این در میاد داخل. الان ببین یارو اومد، هر چی شات باز دیوایس رفت بالا، بعد هر چی شات به یارو میزدم این نمیمرد، هر چی شات این نمیمرد، تازه مرد. گفتم داشت که شات نشه برامون. دیدم یکی از اون بالا داره منو میزنه، واقعا برای چی نمیدونم، چه کمپی زده بود اون بالا. بعد
یارم لوت کرد. گفتم الان خودم هم میام بالا سرشون و اینکه همه رو میزنم. فازی گرفته بودم، گفتم من همه‌شون رو میدم لابی. از این گفت خودمون بریم لابی. بعد سریع اومدم دیدم یکی هم همراه داشت میومد. بعد رفتم سمت دراب، یکی داشت فرار میکرد. گفتم بچه بیا کاور. دیدم خب یارو خودش فرار کرد. یکی از یارام اومده بود کاور، رفتی بالا سرش. گفتم داش کجا میری؟ با یارم اومدم. بعد دیدم که یارم اونو زد، نه نزدش. بعد من اینجا گانو گرفتم، 2 تایپ 19 داشتم. گفتم با تایپ 19 همشونو برات میزنم. دیگه ادعا گرفته بودم سگی. بعد دیدم یکی اومد، گفتم یا ابوالفضل دن. یارم دیدم زدش، گفتم اشکال نداره بزن. یه ریوایوشو گرفتم، دیدم تیر ندارم. گفتم داش بری تیر به ما بده. تیر به ما نمیرسه. تی شاتگان اومد، یه تی شاتگان به ما داد، زدیم تو جون، ریلود کردیم. بعد دیدم که ما 4 نفریم، 6 نفر دیگه هم تو بازی موندن. مطمئن بودم که همشون انمی بودن. بعد دیدم شدن 9 نفر، یعنی 5 نفر دیگه هم موندن. 5 نفر دیگه هم موندن. پروازان بچه‌ها بسته شده بود، یعنی هر کی میمرد دیگه میرفت برای خونه خودش. برو بریم سرمون درد گرفت، یعنی اینجوری بهت میگفت. بعد گفتم یارم انمی داره. رفتم اینجا خودم چند تا صدا پا داشتم، کسی نامری زده بود. اومدم اینجا دیدم یکی از یارامون زد. نگاه کن الان میمیره. ببین اینو زد، یکی دیگه زدش. گفتم اشکال نداره میایم انتقام جویی. رفتیم واسه انتقام جویی. بعد اینکه همینجوری که رفتیم واسه انتقام جویی، همینجوری با سر رفتیم واسه انتقام جویی. دیدم یکی از اون بالا داره تیم زد. گفتم اشکال نداره میام اسنایپ میگیرم، اسنایپش میکنم. فاز سگی داشته بودم بچه‌ها که اسنایپش میکنم. بعد دیدم یارو رو اون بالا داره میزنه. بعد سریع اومدم سمت دراب، چند دمیج هم به من داد. بعد اومدم یه دیل کشیدم، دیدم دیل نگرفت. یه دیل کشیدم، 2 تازه بودم یارو در بیاد. ببین چرا تیرای من نباید بخوره بید آموزن؟ من گناه دارم میمیرم. بعد اینکه دیدم باز داره میره اون بالا، یه تیر چرا به این نمیخوره؟ هند سرویس بخور بهت دیگه. دیدم باز نیومد. رفتم اسنایپ گرفته بودم فاز سگی. گفتم الان میزنم هدشاتت بکنم بری واسه خونه خالت. بعد به یارام گفتم نزنش. به یارام گفته بودم نزنش که من میزنمش، اسنایپش میکنم. یعنی اینقدر ادعا باشه. شما دیده بودین ادعا حالا دیده بودین؟ خود ادعا اینجاست. بعد اومدم اینجا برم این بالا. گفتم برم بالا، یه خود ترسیده بودم برم بالا. بعد نتونستم برم بالا. بعد دیدم یارو اینجا. گفتم یا امام حسین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. همین الان من رو ساب کنین، ویدیو لایک کنین، کامنت های انگلیسی فارسی فرقی نره. حتما زنگوله فرار کنین تا ویدیوهای بعدی. خداحافظ.